استاد تشکر زیاد. خداوند اجر و پاداش نیکتان دهد. سوال آمده است استاد، شما در یکی از حلقهاتون نوارهاتون گفتگو هستید که اگر یک انسان سگ را کشته ماند باید دخترش یا خواهر 15 سالش را به معبد زردشتی دهد. سگ در دین زردشتی یگان موقعیت یک مکانت دارد؟ خب بله دوستی عزیز، ما در یک حلقه اشاره کرده بودیم به این چیز. دوستان گرامی اشاره کرده بودیم که اگر کسی یگان سگ را کشته ماند، یگان سگ آزار داده ماند، در این حالت باید که دختری 15 ساله یا که خواهر 15 ساله خودش رو برای همون اشوان معبد پیشکش کنه. این یعنی که در حقیقت مثل موضوع رو قداست سگ در نزد زردشتیان امید. بازم تاکید میکنیم که اینجا مقصد یگان اهانت به یگان دین نیست، اهانت به یگان گذشته هم نیست. یعنی ما فقط یک متن رو از دینی گذشته مطرح کردیم و هدف ما هم شناسایی کردن با دین است. چرا که اساسگذاری علم دین شناسی این مثلا علمای اسلام بودن. ابن حزم مثلا الفصل فی الملل و النحل دارد، شهرستانی نیز الملل و النحل دارد که درباره دین ها گپ میزنند و عرف و عادات اونها رو، شریعت اونها رو بیان میکنند. خب زردشت در دین زردشتی مثلا میبینیم که میگه که 5 گناه هست. 5 گناه هست که بخشیده نمیشود. یکی از همونها این دادن استخوان سخت به سگ و زدن سگ مرده یا ترساندن آن است و باید چند گناهی دیگر است. یعنی خلاصه ببینید اینجا وقتی که میبینیم این قدر یعنی که سگ رو قداست دارن که تا تو استخوانی سخت هم دادن براش روا نمیبینن. غیر از این سگ ترساندن هم روا نمیبینن. خب بیاد باز میگردم به همون فرگرد 14 که به همین چیز اشاره میکرد تو اینکه سخنمو خوبتر چسبد. وقتی که درباره انسانی که سگ را کشت گفتن که پدافرش چی است، گناهش چی است، چه شسته میشود، گفت که اهورامزدا گفت که برای وی یکی از خواهران یا دختران جوانی وی که از مرد 15 سالگی گذشته و گوشوارها در گوشهایش دارد باید برای که برای اشهوان پیشنهاد کرده شود. خب اشهوان کی است؟ همون معبد است. ببینید از این پیش اشاره کرده بود که باید به خانه تامین کند، باید آغول داشته باشد تا خانه‌ای که آغولدار باشد و کرپا و بالشت و همین ها رو ذکر کردن. بیچاره گناه میکند، یک سگ میزند برای خاطر که سگش، برای خاطر که همین گناهش بخشیده شود باید معبد به تمام شرایط مساعد فراهم کند و بازم برای دخترش، بازم برای خواهر خودش برای معبد پیشکش کند. خب باید همین چیز رعایت کند. ببینید مثلا در دومش استاد یک چیزی میگم در حقیقت شما بول اول شده باشید. در فرگرد همین 14 بند 17 میگوید که دوستو او باید 18 استبل ویران شده رو بازسازی کند. خب آغوله یعنی و 18 سگ را از آبگونه های چرکین و موی چرکین، کیک و شپوش و همه ناخوشی هایی که بطن سگ روی می آورد پاک کند و درمان بخشد. دیگر قضاوت به شما شنوندگان. یعنی که گناه میکند، یعنی که یک سگ میزند باید که چه کند؟ سگ چرکیناش تازه کند، شپوشاش باید تازه کند، باید سگ شستشو کند. یعنی که سبحان الله اینو میخواد نمود یعنی که معامله با سگ دارن. از این مهم استاد عزیز یک معامله دیگه دارن به نام سگدید است. سگدید کدام وقت میشود؟ سگدید این مراسمی است که برای خاطری از مرده دور کردن همون دیوی که گویا جانش گرفته است همین سگدید استفاده میبرن. خب یعنی که وقتی انسان مرد اونا باید که همون سگ بیارن پیش همون انسان مرده تو اینکه وای سگ باید که 4 چشمه باشد. به اصطلاح 4 چشمه یعنی که ما به زبان خودمون ترکوز میگن، جای ما یک نمود سگ است، چشم داره با 2 تا بالش جوی سفید داره و باید که رنگش زرد باشد یا اینکه زرد گوشش سفید باشد. اگر به همین شکل باشد بعد از اون این سگ یعنی که میتوند که نسو یا اینکه همون دیوی همون انسان مرده رو گرفت پاک کند. اگر این چیز نشود اگر و آدم پاک شدگی حساب نمیشد و ابدا نجاست میموند. یعنی که ببینید سگ خیلی یک چیزی مقدسه در این دین شناخته میشود. با یک دستورالعمل عجیبی هست در این باره دوستو.
کلاسیکی میگن که اگر یک جنازه یک مسیر گذشت، یعنی که مرده زردشتی بردن به یک راه دخمه برده شدن، خب دیگر هیچ انسان نمیتوند از اون رو برگرده، برگشته نمیتوند میگن. خب حتی گاو و گوسفند هم در این مسیر راه گاو و گوسفند هم از اونجا گذشته نمیتوند. برای اون که وی راه پاک شود، چی میگن زردشتی ها؟ میگوید که اهورامزدا گفت که به زردشت تنها راهی پاک شدن راه، یعنی راهی که مرده جنازش گذشته است، یک سگ زرد چهار چشم، خیلی اشاره کردم، و یا اینکه سگ سفید زردگوش 3 بار از اون راه باید گذرانده شد. میبری بعد وی راه تازه بشود. اگر میگه سگ نخواهد راه رفتن، میگه مجبور میکنه سگ کشاله میکنی، در این حالت میگه 9 بار برده میبری. وقتی که سگ نخواهد باید که 9 بار بری بیاری تا اینکه وی راه پاک شود. یعنی که اشاره کمی از اشاره به همین چی بود، یعنی که قداست سگ در این دین بود، خیلی سگ رو اینها مقدس میکنند. دیگر در وندیدات خیلی عباره‌های زیادی هست، مختصرا همین از دوستان. همین سگدید مراسم مهم است. اگر سگدید رو نکنن مرده‌هاشون پاک حساب نمیشود، دیگه وای نجاست حساب میشد و باید که این حتما این چیز کرده شود. بعد از این اونها مرده خودشون رو به دخمه برن. خیلی گفتیم اونها مرده خودشون رو نمیگیرن. یک اشاره دیگه دوستی است. یک چیز یاد اومد، همین اکادمیک باباجان غفورov کتاب تاجیکان دارن. در اونجا همین چاپ آخرانی که در یک مجله چاپ شده است و در اونجا در صفحه 320 خب یک عباره عجیبی هست که اکادمیک باباجان غفورov در اونجا اشاره میکنن، میگن که سفیر خیتای میگن وی تزه ابتدای عصر 7 در سوخت بود، میگه آمدگی بود. همین منظره نقل کرده میگه که بیرون از شهر در جای علاهیده قریب 200 خانواده استقامت میکرد. یعنی که همون بیرون از شهر شاید سمرقند باشه و بخارا باشه در سوخت اومد. میگه که مخصوصی مشغول دفن میباشن. البته اینا نسو سالار میگن، اینکه نسو چی میگن در عباره زردشتی، اینها نباید که با آدم آمیخته زندگی کنند، چون که اون وقتی مرده میقپن نجاست میشه. برای اون که توانند داخل شهر درآیند باید 9 بار در 9 گودال در 9 چقوری آبازی کنند با پیشاب گاو. یعنی که اول 3 بار با پیشاب گاو آباز میکنند، 3 بار به خاک خودش میزنند، 3 بار با آب، بعد تازه میشه بعد درون شهر میدارد. برای همین اینم تایید میکنه در روایت سفیر خیتال، میگه که اینجا انا مشغول دفن میشدن. آنها در جای خلوت حولی مخصوص ساختند که در اونجا سگ‌های مخصوص را پرورش میکنن. سگ‌های مخصوص را پرورش میکنن که اگر یکون کس مرد در حالت مردگی چیکار میکنن؟ میگه اگر مرده او رو با میانجای همین حولی برده میمونن، مرده او رو خیلی گفتم میانجا میبرن میمونن، میگه در اونجا سگ‌ها گوشت مرده رو خورده استخوانش رو تازه میکنن. این سخنهای سفیر خیتای است در سوخت. پس از این استخوان‌های مرده رو جمع کرده در ظرف مخصوص می اندازند و آنها مرده را گر نمی‌کنند. این هم شهادت سفیر خیتای در عصر 7، یعنی که تا آمدن اسلام همین حالت در اونجا بود. البته مردم در یک دین نبودن، مثلا روایت است که مردم بودایی هم بودن، مردمای نصرانی هم بودن تا در منطقه آسیا میانه. استاد این گفته علامه باباجان غفورov در کتاب تاجیکان وارد است. تاجیکان صفحه 320 در این کتاب چاپ آخرانش است. البته استاد یک روایت های گفتن که واقعا از من از این حیران شدم از کتاب علامه استاد باباجان غفورov کتاب تاجیکان و این چیز انسان به حیرت می آورد و چقدر ما و شما باید شکر کنیم، شکر هدایت، شکری که الله حق سبحانه و تعالی ما و شما را از این افلاسی ها، از این ناپاکی ها، از این گمراهی ها به دین اسلام، به دین پاک مبین اسلام هدایت فرموده است. استاد تشکر زیاد، خداوند اجر و پاداش نیکتان دهد.